امروز میخوام به یکی از دوستای خارجیم شیرینی موینی پور بدم بخوره نظرشو بگه. پالای جان آماده ای؟ بله بریم. قبلا که از اینا نخوردی خوردی؟ نه اصلا. خدمت شما. چکریم. من عاشق اینا هم. روزی 15 تا میخورم. قشنگه ولی ببینم. یه ذره خوردنش کثیفکاری داره، مثل شیرینی ناپلونیه. ناپلونی خوردی؟ آره یعنی میریزه یعنی. آره میریزه یه مقدار. این شکلات داخلش خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه است. خوشت اومد؟ خیلی. ایول. همیشه دوست داشتم که خوراکی‌های ایرانو به همه جهانیان بدم تا بخورن. که خیلی خوشمزه است. خیلی. خیلی دوست داشتنیه. حالا جان توی سنگال همچین شیرینی یا همچین خوراکی هستش؟ مثل این دقیقاً نیستش راستش. ندیدم من خودم. میتونی اینا رو بخری از ایران ببری سنگال اونجا بفروشی بعد پولدار میشی چون اینا خیلی خوشمزه آره است. دیگه یا حتی هدیه نمیدونم. سوغاتی. سوغاتی. سوغات ایران میشه موینی پور.